هی گایز، چطورید بچه ها؟ مرشاد دکستر هستم. خوش اومدین به یه ویدیو جدید. توی این ویدیو قراره بریم سراغ دستگاه پرس. من که خودم از دستگاه پرس خیلی خوشم میاد. امیدوارم که شما هم با این ویدیو کلی حال کنید و کلی لذت ببرید. خیلی دوستتون دارم. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون نوتیف بده و بیاید و ببینید. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. اوه، هندونه رو وای، آخ آخ آخ، وای، اوف، ترکید هندونه، کامل ترکید. آخ، از نزدیک چقدر من واقعا از دستگاه پرس خیلی خوشم میاد. وای، هندونه رو پاره کرد. اوه، ببینیم سیب زمینی چطوری تغییر حالت میده و چه شکلی میشه. وای، چه صدایی داد، چرا این شکلی شد؟ صدا رو قشنگ رنده شدن سیب زمینی ها، ولی خیلی باحاله. من خیلی حال میکنم با اینا. ببینیم بند چجوری تغییر حالت میده. اوه، رشته رشته شد. پشمام، چه صدایی داد. یه بار دیگه ببینیمش. وای، چه صدایی داد، ولی رشته رشته شدن. اوه، گلوله فشار اومد سر گلوله پرید. چه باحالم داره خم میشه و میره پایین. باحال بود. قفل. اوه اوه اوه، خورد و خمیر کرد قفله رو. اینا خیلی وزنشون زیاده، خیلی باحاله. بازم تیر، ولی از بغل. اوه، هرچی توش بود پرید. اوه، فشار اومد، نوک گلوله کامل پرید. شیشه است چیه؟ اوف، وای، قشنگ پودر شدن. فندک. اوه، آتیش گرفت. وای، ترکید کامل. کنار شم بود. وای، چه آتیشی، ترکید. چقدر صحنه‌ش هم باحال شد. تلویزیون. وای، آخ، سوخت، ترکید. وای وای وای، نه 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 نه، آخ. یعنی خمیرش میکنه، قشنگ لهش میکنه. گلوله شیشه ای. وای، چقدر سریع ترکید. اسلو موشنش رو هم ببینیم. وای وای، خیلی بده. الماس که طورش نباید بشه قاعدتا، ولی با فشاری که دیگه اینه. وای، داره میشکنه. وای، ولی به زور شکست. واقعا الماس یه چیز خیلی خاصیه. میخ. وای، دارن یعنی دونه دونه چطوریه رفتن تا ته تو تخته. خیلی باحال. شیشه، چند تا شیشه گذاشتن رو هم زیر دستگاه پرسه. وای، اولی دومی شکست. وای، ترکید، همش خورد شد. خیلی وزنش زیاده این دستگاه. وای، یه بار دیگه اینجا رو فقط فکر کنم یه 10 تای شیشه هست. اولش تک تک خورد شد، بعد اون آخرش رو من ندیدم، فکرم تموم شد. الان اینجا که پودرشون کرد. وای، خیلی خفنه، خیلی من اینو دوست دارم. لیوان. وای، اسلوشو هم ببینیم. وای، چقدر فشار و ضرب داشت که هم اینطوری کلا میز و همه چیزو به هم ریخت. خیلی باحاله. چیه؟ گچه؟
آره گچه. ببینیم گچ چه شکلی. وای چقدر باحال، خیلی باحال شد. چقدر رشته رشته شد. وای اصلا فکر نمی کردم گچ همچین حالتی بگیره. خیلی باحال شد، چقدر باحال بود. دوستش داشتم واقعا، خیلی باحال. سوسیس، ببینیم سوسیس چه شکلی میشه. وای اوه 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 چه ترکید. من اصلا سوسیس دوست ندارم و کلا چندش هم میشه ازش، ولی کلا این ترکید. خیلی باحال این دستگاه پرسه، من خیلی دوستش دارم. خب گایز دم تک تکتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. از این ویدیو کلی لذت برده باشین و حال کرده باشین. نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کانال رو فراموش نکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید که ویدیوی جدید گذاشتم با خبر. خیلی دوستتون دارم، به زودی با ویدیوی جدید میبینمتون. تا ویدیوی بعد فعلا